هر که خوار کرد مادرش را خوار می گردد همان. برادری فرزند بیدل زار می گردد همان. هر که نامخت است پدر پند و نصیحت ها اگر، طعمه گرگ و سگی خونخوار می گردد همان. هر که رنجانید یتیم بیگناه و خسته را، بین خلق شرمنده و شرمسار می گردد همان. بی محبت هر که میگذارد فرزندش مدام، از پدر از مادرش بیزار می گردد همان. هر که آرون ناموسی خیشتن شناسی را نکرد، رفته رفته مردکی بیار می گردد همان. لیک آنی که گذارد ارج پیران زمان، دور پیری شخص بی آزار می گردد همان. هر که خوار کرد مادرش را خوار می گردد همان. برادری فرزند بیدل زار می گردد همان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وارد مدینه شدند، عبدالله ابن سلام که یهودی بود با چهره زیبای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نظر کرد و گفت شهادتی میدهم که خدا یک و یگانه است و شهادتی میدهم که این پیامبر خداست. وقتی که یهودیان سوال کردند، گفتند چی چیز باعث شد تو دین اسلام رو قبول کردی؟ او گفت هیچ وقت این چهره زیبا دروغ نمیگوید. این چنین بود اخلاق پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز، دوستان مهربان، خود را از دروغگویی نگه دارید و راست